در جمهوری اسلامی ایران امروز 25 سالگی درگذشت بنیادگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی را گرامی می‌دارند. با گذشت 4 قرن از رحلت پیشوای انقلاب اسلامی مهمترین نکته این است که همانا حکومت او و ایدئولوژی او در این کشور پایدار است. آقای ویسی، از نظر شما آیا میراث مهمتری سیاسی خمینی حالا چی است؟ مهمترین میراث آیت الله خمینی نظام جمهوری اسلامی ایران است. ولی اینی که آیا این میراث الان محکم بر سر جا مونده یا نه بستگی به این داره که شما منتقد حکومت باشید یا تایید کننده حکومت. تایید کننده های آیت الله خامنه‌ای و حاکمیت فعلی معتقدن میراث سیاسی آیت الله خمینی یعنی جمهوری اسلامی نه تنها سر جاش است بلکه پیشرونده هست و به بالندگی رسیده و در سطح منطقه تونستن اون رو صادر بکنن در اون چیزی که هلال شیعی گفته میشه. برعکس منتقدین آیت الله خامنه‌ای معتقدن که از جمهوری اسلامی آیت الله خمینی نه جمهوری باقی مونده نه اسلامی. معتقدن جمهوریتش در وقایعی مثل انتخابات سال 88 2009 خدشه‌دار شده به طور جدی و روشی که در تایید صلاحیت نامزد هاست و اسلامیت اون هم با برخوردهایی که با مخالفین و از جمله با مردم عادی شده اون هم به شدت آسیب دیده. میخواستم راجع به همین موضوع مفصلتر صحبت کنیم. واقعا هم طور شما تاکید کردید از هر دیدگاه اگر به وضع امروزه ایران نظر اندازید میبینید که تفاوت زیاد در وضع جامعه و حکومت این کشور مشاهده می شود. رهبر امروزه یا پرزیدنت امروزه جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی سال پیش وقت سر قدرت آمد از خود یک موقع تحمل پذیری و اصلاحات خواهی را به نمایش گذاشت. آنچه که شاید تقاضای جامعه با جامعه امروزه ایران است. تا کجا جامعه امروزه ایران تغییر یافته است؟ از کدام آزادی ها بیشتر برخوردار است نظر به زمانی که تازه انقلاب اسلامی شد؟ به نظر میاد در حوزه اقتصادی وضعیت کشور نسبت به سال 57 از زمان انقلاب بدتر شده. در حوزه سیاست خارجی به نظر میاد ایران در بعضی از حوزه‌ها مثل لبنان، فلسطین، عراق نفوذی بیشتری به دست آورده از جمله در میان شیعه‌ها، ولی روابطش با کشورهای اروپایی و آمریکا دچار لطمه شده. بله. از اون طرف در حوزه فرهنگی در حالی که پیام اصلی انقلاب این بود که ما تحول فرهنگی ایجاد خواهیم کرد، به نظر میاد این تحول در بعضی از حوزه‌ها ایجاد شده، ولی این که آیا جامعه دیندارتر شده یعنی هدف انقلاب 57 به نظر میاد باز هم دو دیدگاه هست. طرفداران حاکمیت میگن جامعه دیندارتر شده، منتقدین حاکمیت میگن دین مردم در اثر انقلاب از دست رفته به این دلیل که مردم معیشتشون ضعیف شده و استناد میکنن به یک حدیث از پیامبر که اگر فقر از در وارد بشه ایمان از پنجره خارج میشه. بله. و همون میزان مهاجرت یعنی ترک کشور کردن شهروندان زیاد است. بله، آمار مهاجرت مغزها و آمار مهاجرت نخبگان مخصوصا این یکی از پارامترها است. ولی خب در مقابل آیت الله خامنه‌ای دیروز در سخنرانیش در مرقد آیت الله خمینی اعلام کرد که ایران رشد علمیش 13 برابر هست نسبت به بعضی از کشورها. واقعا این آمارهایی هست که شما به لحاظ آماری میتونید هر کدوم از این آمارها رو در تایید یا رد وضعیت ایران بیارید، ولی دشوار این هست که هیچ کدوم از دو طرف قانع نمیشن. اونهایی که معتقدن جمهوری اسلامی وضعش خوبه یا وضعش بدتر شد. و حالا بیایید برگردیم با آنچه که راجع به گویم تاریخ فعالیت خمینی گفته می شود. سال 89 سال 1989 نامه تاریخی خمینی به رهبر وقتی اتحاد شوروی، رهبر اصلاحات خواهی اتحاد شوروی میخائیل گورباچوف ارسال شد و آن با دست وزیر خارجه آن حکومت سپرده شد ادوارد شوردنادزه و در اون نامه پاسخ گورباچوف سپرده شد و در اون نامه خمینی از گورباچوف درخواست میکرد که از شیوه رد نقش مذهب در ایدئولوژی حکومت کمونیستی شوروی دست بکشد، وگرنه میگفت او
ایدئولوژی مذهبی جمهوری اسلامی میتواند در یک مدت کوتاه، در یک آن کوتاه همین خلا رو، خلای مذهبی رو پر کند. وقتی حالا به وضع مذهب در جامعه های کشورهای پساشوروی به خصوص به تاجیکستان نظر می اندازید، میبینید که تا جای شاید پیشگویی های خمینی درست بوده است؟ به نظر میاد اون اسلام سیاسی که در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز رشد کرده اسلام سیاسی هست، ولی اون اسلام سیاسی مد نظر آیت الله خمینی نیست. آیت الله خمینی نوعی اسلام سیاسی شیعی مد نظرش بود، در حالی که اونچه که در قفقاز و آسیای مرکزی از جمله در داغستان، در ازبکستان ما شاهدش هستیم اسلام سیاسی رادیکال در جهان اهل سنت هست. به نظر میاد اصل اینی که مذهب تحولی در نقشی در این کشورها ایفا بکنه یک مقدار بیشتر از دوره شوروی هست، ولی در سطح حاکمیت این اتفاق نیفتاده در هیچ کدوم از کشورها، از جمله در تاجیکستان که اسلامگراها بعد از جنگ داخلی حذف شدن و الان در حاکمیت دیده نمیشن. به نظر میاد در بین مردم و احزاب ممکنه باشن، اونم از نوع اسلام سیاسی جهان اهل سنت یا میانه رشد یا رادیکال، شیعی نیست، و دومی که در سطح حاکمیت نیست، در سطح احزاب و مردم هست. تشکر به شما مراد ویسی، همکار ما در رادیو فردا.